آموزش امروز این سالاد پروتئینی پرفیبر بسیار خوشمزه است که با انواع مواد تخمیری که با هم یاد گرفتیم و درست کردیم، مثل قارچ تخمیری، سس کیوی تخمیری، لیموی تخمیری، با اینا ترکیب کردم یه نهار خیلی خوشمزه درست کردم. این کریسپی روشم دالدست برشته است، بدون روغن فراوون و سرخ کردن تو مایتابه، با کمی روغن زیتون تو فر سرخ شده و تبدیلش کرده به یک سالاد پروتئین، کم کالری، پرفیبر. بریم اینو بهتون یاد بدم. برای درست کردن دالدست برشته، دالدست رو خیس کنین حدود نیم ساعت تا 1 ساعت. بعد با یه کوچولو آب فقط 5 دقیقه میذاریم بپزه. بیشتر بپزه له میشه، اون حالت چیپسی که میخوایم بهش بدیم و نمیتونیم به دست بیاریم. من الان 5 دقیقه‌شو پختم، گذاشتم آبکش کردم، قشنگ سرد شد. الان که سرد شده، حالا تو سینی که میخوام بریزم تو فر میریزم، ادویه‌هامو بهش اضافه میکنم و میندازمش تو فر 200 درجه که به مدت تقریبا 20-25 دقیقه بمونه، قشنگ برشته بشه. ادویه دیگه هر چی بزنین دست خودتونه دیگه. من دیگه خورده روغن زیتون بهش میزنم. این یه ترکیب پوست پرتقال و پوست لیمو و ادویه‌هایی که قبلا بهتون یاد دادم. من از این میریزم براش که حالت ترش و تندش میکنه، بعد سالاد خیلی باحال میشه. بره تو فر تا 20-25 دقیقه دیگه. خب اول طبق معمول سسمون رو درست میکنیم. ما الان کلی چیزای تخمیری خوشمزه داریم که باهاش میتونیم یه سالاد خیلی متفاوت و خاص درست کنیم، مثل لیموی تخمیری و سس کیوی تخمیری که یکی از بهترین سس ها برای سالاده، به خاطر اون طعم اسیدی و میوه‌ایش واقعا با سالاد خوشمزه میشه. من چند قاشق از سس کیوی تخمیریمو میریزم، یه کوچولو هم در حد یه قاشق سرخالی، چون خیلی شوره، بهش لیموی تخمیری میزنم. دیگه من چیز دیگه بهش نمیذارم، چون خود این سس کیوی و لیمو تخمیری به اندازه کافی عطر و طعم دارن. کاهومو میریزم، قارچ تخمیری که اون روز بهتون یاد دادم، فلفل، پاپریکای خام، زیتون، اینها رو هم میریزم. اینا رو فعلا ترکیب میکنم تا دالدستمون هم آماده بشه. اینا رو از فر درآوردم، البته سینیمو عوض کردم چون محتویات دالدست خیلی زیاد بود. دیدم اون ظرف کوچیکی ریختم تو سینی فر. ببینین از صداش مشخصه چقدر کریسپی شده. باید به این حالت بشه، اصلا حالت خمیری و خیس نداشته باشه. من تقریبا 25 دقیقه گذاشتم موند. الان خنکم شده، یه چند قاشق ازش میریزم رو سالادم. خیلی انتخاب بهتری از نون سرخ شده و چیزای سرخ شده مضر مثل سیب زمینی سرخ شده و اینجور چیزا. این شد یه وعده نهار سالم و بسیار خوشمزه برای ما. امیدوارم شما هم درست کنین و از این غذای سالم لذت ببرین.